سلام ارادتمند. امیدوارم که خوب باشین. یه سری سوالات از من شده بود در رابطه با ویدیوهای قبلی که توی این ویدیو میخوام جوابش رو خدمتتون بگم و یه سری توضیحات بدم راجع به تهیه کننده ها و اخذ مجوز و حالا شرایط دیگه. ما دو نوع تهیه کننده توی زمینه موسیقی داریم که حالا فعالیت میکنن. یه سری تهیه کننده های خارجی هستن که منظور ازشون خارج از حیطه موسیقیه و یه سری تهیه کننده هم شرکت های فرهنگی هنری موسیقی هستن که مجوز دارن از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و اینکه میتونن فعالیت بکنن که عمدتاً این شرکت های قابل اعتمادتری هستن نسبت به تهیه کننده های خارجی، به دلیل اینکه راه و روش کار رو خیلی خوب میدونن و میدونن چی کار باید برای شما بکنن و شما کمتر گرفتار مصائب و مشکلات هستید. بعضی از شرکت ها خودشون سرمایه گذاری میکنن، بعضی از شرکت ها سرمایه گذاری نمیکنن و صرفاً اجرا کننده کار شما هستن. با توجه به قوانینی که ما در کشورمون داریم، برای اجرای کنسرت و هر گونه برنامه زنده ما نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اماکن و حالا جای دیگه هم هستیم. اینا نیازمند اینن که شما یه شرکتی داشته باشید که مجوز رو از ارشاد داشته باشه و دسترسی به سامانه جامعه موسیقی داشته باشه و بتونه مجوز رو بگیره. حالا اینا جداگونه خودشون سرمایه گذاری هم میکنن. ما چند مدل قرارداد داریم در موسیقی که با درصدهای متفاوتی در واقع نوشته میشه، از درصدهای 20%، 30%، 40% تا 60% به نفع خواننده متفاوتن. حالا بعضی از خواننده ها خودشون سرمایه گذارن، یه تعدادی کار رو جمع کردن، آماده کردن برای پخش و میان با شرکت صحبت میکنن، میگن شما صرفا بیا یه درصدی رو در واقع بگیر از اجراهای زنده من، کارهای منو منیج کن، پخشش بکن، تبلیغات انجام بده، تو تبلیغات با من شریک باش و بعدن که ما رفتیم برای اجراهای زنده شما این عدد اون درصد خودت رو از سود اون کنسرت بردار. و حالا برعکس اینم میتونه باشه، خواننده هیچ آورده‌ای نداشته باشه، شرکت خودش بیاد کل اون هزینه ها رو در واقع تقبل بکنه، به طور کلی تولید، پخش و همه چیز رو بپذیره و بعد از این که در واقع شما به اون نقطه اجراهای زنده رسیدین بیاد اون سود خودش رو برداره و یه درصدی رو به شما تعلق بده. قراردادها شکل‌های خیلی متفاوتی هستند که بر اساس توافقات شما بسته میشن. اما من یه پیشنهادی براتون دارم، اونم اینه که ما حالا با یه مثال اینو خدمتتون بگم، ما هممون یه سری معاملات انجام دادیم، یه سری کارهایی کردیم که نیازمند این بودیم که یک قانوندان کنار ما باشه و یه فرد حقوقدان کنار ما باشه. وکلا خب اصولا توی یه سری زمینه ها به صورت تخصصی فعالیت میکنن، یعنی یه سری وکلا ما داریم در زمینه های ملک اقدام میکنن، یه سریشون در زمینه مسائل مالی اقدام میکنن، یه سری حالا هر مسئله دیگه یا به هر حال میتونه آدمی باشه که تو اون زمینه تخصص داشته باشه. در موسیقی هم ما چنین وکلایی داریم که واردن به مباحث موسیقی. شما نیازمند این نیستی که براش توضیح بدی میکس و مسترینگ یعنی چی، شما نیازمند این نیستی که من اگر بخوام کپی رایت کارام دستم بمونه چی کار باید بکنم، اون خودش میدونه چی کار باید بکنه. یوتیوب و اسپاتیفای و ساوند کلاود و جاهای دیگر رو میتونه براتون در واقع سیو بکنه که شما اینو به تهیه کننده واگذار نکنید یا بکنید به هر شکلی. اینا رو در واقع اون آدم میتونه براتون تعیین بکنه. من پیشنهادم اینه که حتما با یک وکیلی که توی این زمینه تخصص داره حتما با ایشون قرارداد رو عقد بکنید. به هر حال یه هزینه‌ای براتون داره، ولی خب خیالتون از این بابت راحته که بعدها به مشکلی هم اگر بخورید ایشون پشت شما هست و حداقل اون قراردادی که نوشتید قرارداد بی‌پایه و اساسی نبوده. مطلب بعدی که خدمتتون میخوام عرض بکنم در این زمینه این که ما
خدایی نکرده اگر به هر دلیلی با تهیه کننده، با مدیر برنامه، با نوازنده، با شاعر به مشکل بخوریم، مشکلات ما در واقع ارجاع میشه به دادسرایی به اسم فرهنگ و رسانه که این دادسرای فرهنگ و رسانه متاسفانه کارشناس موسیقی نداره، ولی یک سری مشاور دارن که حالا مشاوراشون هم هنرمندای شناخته شده ای هستن که از اونها مشاوره میگیرن قضات و بعد از اون رأی رو صادر میکنن. به خاطر همین سعی کنید که تا اونجایی که میتونید کاراتون انقدر محکم باشه که اصلا نیازمند این نباشید که به اونجا مراجعه بکنید و امیدوارم که برای هیچ کس هم چنین اتفاقی نیفته. ولی در صورت اگر هم بیفته یه کمی گرفتاری ها در واقع طولانی میشه، چون متاسفانه کارشناسی ما در حیطه موسیقی نداریم. تهیه کننده ای که ما انتخاب میکنیم، چه شرکت باشه چه سرمایه گذار خارجی باشه، باید یه سری نکات رو بدونه. اینکه موسیقی سرمایه گذاری زود بازده نیست، مثل بازارهای طلا، نمیدونم حالا هر چیز دیگه‌ای شما روزانه دخلی نداری. اگر شما 1,000,000 تومان هزینه میکنی، حداقل 3 سال طول میکشه تا این خواننده به یه جایی برسه که چند تا کارش شنیده بشه، یه سری اتفاقات براش بیفته تا شما بتونین بابا رو ببری روی استیج و اینکه بتونین مثلا ازش پول در بیاری. پس تهیه کننده باید اینو بدونه و این رو قبول بکنه که الان داره کاری رو انجام میده که در واقع برگشت اون هزینه‌ای که کرده، برگشت پولش شاید 3 سال طول بکشه، شاید هم در حد 2 سال اتفاق بیفته، اما به هر حال زمان بره. و این مطلب مطلبیه که نمیشه 100% گفت الان مثلا ما امروز پولو بذاریم 3 سال دیگه میبریم، شاید 10 سال دیگه ببریم. ما طبق چیزهایی که میدونیم اینه که خواننده های ما داریم که 10 سال زحمت کشیدن، هیچ اتفاقی برای هیچ کدوم از کارشون نیفتاد، اما یه دونه کارشون یهو بعد از 10 سال شد تو سال 11 یه اتفاق براش افتاد و شدن خواننده محبوب مردمی. چون این رو ما نمیدونیم و بر اساس ما تمام تلاشمون اینه که خواننده رو به نقطه‌ای برسونیم که بتونیم مردم در واقع ایشون رو بخوان، اما اگر هم موفق نشدیم باید این سرمایه در واقع سرمایه رفته فرض بشه، یعنی به هر حال این واقعیت رو باید تهیه کننده یا سرمایه گذار بپذیره. اسپانسر هم که همینه، به هر حال اسپانسر یه عددی رو پرداخت میکنه که بتونه تبلیغ انجام بده و من پیشنهادم همیشه به خواننده ها اینه، من اینو تجربه کردم، اگر یه اسپانسری اومده 100 میلیون تومان پرداخت کرده، خواننده اومده گفته که خب من این 100 میلیون رو تقسیم میکنم، 50 میلیونش مال خودم، 50 میلیونش هم میذارم برای کارم. در صورتی که شما اشتباهتون اینجاست، شما باید عین اون 100 میلیون رو تا قرون آخرش فقط صرفا برای تبلیغاتت هزینه بکنی که اون آدم هم اولا ترغیب بشه که برای 100 میلیون دوم در واقع به شما پرداخت بکنه. منهای این داستان اینه که در تمام جوامع جهانی هم همیشه میگن 90% از سود رو باید هزینه تبلیغات بکنی. یعنی شما اگر که این 100 میلیون تومان رو به طور کامل هزینه تبلیغاتت بکنی، در نهایت روی کنسرتات میتونی سود بکنی، روی تعداد بیشتر کنسرتات میتونی سود بکنی. به همین دل من این پیشنهاد رو همیشه به همه میدم، میگم حتما به هر شکلی که شده اگر اسپانسری وجود داره هزینهش رو بیارید، حتما رو تبلیغاتتون فکر بکنید. خانه موسیقی یک انجمن در واقع میشه گفت خصوصیه، ولی خب زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه که خودش هیئت امنا داره. شما کانون‌های متفاوتی داره، کانون نوازندگان سنتی، نوازندگان پاپ، خوانندگان پاپ، خوانندگان سنتی، ناشران موسیقی که ما هم عضوش هستیم.
و چندین و چند تا کانون متفاوت داره. میتونید توی این کانون ها عضو بشین، یه سری شرایط خوب داره، میتونید از استفاده بکنید. مهمترینش اینه که میتونید حق بیمه‌تون رو پرداخت بکنید و بیمه داشته باشین، بیمه تکمیلی داشته باشین. به هر حال یه سری ویژگی های خوب داره این کانون و به نظر من چیزیه که اگر عضوش باشید ضرر نمی‌کنید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقریباً یه 3 سالی هست که 2 سال و نیم 3 سالی هستش که از یک سامانه جامعی استفاده میکنه که این سامانه جامع 2 تا مدل شما میتونی بهش وارد بشی. یکی از طریق کد ملی حقیقیه، یکی هم از طریق شرکت‌های حقوقیه. شرکت‌های حقوقی وقتی که وارد این سامانه میشن یه قابلیتی نسبت به شما دارن، اینه که میتونن 20 تا 30 تا 50 تا کار رو همزمان بفرستن برای مجوز. اما یک کد ملی حقیقی وقتی وارد این سامانه میشه فقط یک دونه کار رو میتونه بده، یعنی یه دونه شعر رو میده، این شعر میره تو شورای موسیقی، حالا تایید میشه، میاد بیرون، میاد به دست شما میرسه، شما موسیقیتون رو آپلود میکنید، موسیقی میره تو شورای موسیقی بررسی میشه. بعد از اون یه سری مراحل کوچیک و ریز دیگه داره، مثل کتابخونه ملی که در قدیم ما باید مراجعه میکردیم به کتابخونه ملی، ولی الان دیگه سیستمی شده، دیگه ثبت میشه و بعد از اون مجوز به شما داده میشه. بعد از این که مجوز رو گرفتید میتونید اقدام بکنید به مجوز برای قطعه بعدیتون. پروسه خیلی پروسه عجیب غریب و سختی نیست، هول و هوش 10-15 روز زمان میبره، بعضن شده 1 هفته زمان برده، ولی بعضی اوقات بیش از 20 روز هم زمان برده، چون به هر حال نیازمند بررسی و اینجور مسائل هست. بعضی اوقات اشعار یه سری تغییرات میکنن. من شخصا بهتون پیشنهاد میدم که حتما با مجوز اقدام بکنید، به خاطر اینکه بعدها درگیر این خواهید شد که مثلا فلان کاری که گرفتم و بین مردم الان خیلی گل کرده، الان نمیتونم مجوزشو بگیرم، چون وزارت ارشاد هم میگه شما اون موقع که میخواستی این کارو در واقع پخش بکنی که نیومدی از من مجوز بگیری، الانم من به اون کارت مجوز نمیدم ولی به کارهای دیگه مجوز میدم. من پیشنهادم اینه که این مجوز رو بگیرید که به اون دوندگی ها نرسین. مجوز گرفتن واقعا اونقدر آزار و اذیتی هم که میگن نداره. اگر کارتون یه کار روتین ترتمیز باشه هیچ مشکلی برای کار ایجاد نمیشه. بعضا پیش اومده برای خود ما که ما اشعاری رو دادیم، اون شاعری که حالا بررسی کرده این کار رو اومده یه سری پیشنهادات داده که دیدیم چقدر کار قشنگتر هم شده. پس همیشه بد نیست، بعضی اوقات هم تغییراتی ایجاد میشه که تغییرات خب تغییراتیه که اساس کار رو به هم میریزه، ولی بیشترش با مذاکره حل میشه. میتونیم بگین آقا من سوژه کارم اینجوری بوده و اینکه مثلا میخوام این سوژه حفظ بشه، اونم یه راهنمایی میکنه که مثلا این شکل رو انجام بده که به هر حال درست بشه. شورای موسیقی هم خیلی شورای خوبی هم، همکاریای خیلی یعنی همکاری لازم میکنن با شما که مشکلی براتون ایجاد نشه. ما یه سری مدیر برنامه ها داریم که تو حالا خواننده های معروف که نگاه بکنید توی پیجاشون، اون بالا یه شماره نوشته و یه اسم گفته که مثلا با این تماس بگیرید برای کنسرت ها. این مدیر برنامه ها مدیر برنامه نیستن در واقع. مدیر برنامه کسیه که برای شما برنامه سازی بکنه. مدیر برنامه‌ای که بشینه که بهش تماس بگیرن که بگن آقا مثلا برای فلان کنسرت بیای، برای فلان اجرای ارگانی بیای، این مدیر برنامه به درد نمیخوره، به خاطر اینکه کاری برای شما انجام نمیده. مدیر برنامه‌ای به درد شما میخوره که مرتب در ارتباط باشه با روابط عمومی ها، با تهیه کننده های شهرستان ها، بتونه باهاشون ارتباط چشمگیر داشته باشه و بتونه برنامه ها رو بگیره، تعامل کنه باهاشون، از لحاظ اعداد ارقام بتونه بالا پایین بکنه که بتونه یه برنامه‌ای برای شما بسازه. این خیلی مهمه. ضمن اینکه حالا این تو بخش اجرای صحنه‌ای و کنسرته و تو بقیه زمینه‌ها بتونه تعامل داشته باشه با آهنگسازا، تنظیم کننده ها. شما به فرض به عنوان یه خواننده دلت میخواد الان مثلا با آقای ایکس کار بکنی و خودت هم ارتباطی با آقای ایکس نداری، مدیر برنامه باید بلافاصله بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه، بتونه
بلافاصله بره سراغ یه همچین آدمی، بگه آقا مثلا من میخوام یه همچین کاری انجام بدم، هزینه چقدره، زمان چقدره. خواننده نباید خودش رو درگیر مسائل اقتصادی و مذاکرات بکنه. این یکی از چیزهای خیلی مهمیه که من همیشه تاکید میکنم. وقتی که خواننده میاد وسط توی یه جلسه کاری هم حتی میشینه، خب طرف به هر حال خواننده یه شخص شناخته شده دوست داشتنیه، اون طرفی که میخواد با شما قرارداد ببنده هی میگه آقا میشه فلان کارم بکنیم، آقا میشه بهمان کارم بکنیم، اون بنده خدا میمونه تو رو درواسی کارو انجام میده. ولی مدیر برنامه که میره میشینه این کارو انجام میده، میگه آقا من چند تا گزینه دارم، این گزینه ها باید انجام بشه تا این قرارداد بسته بشه، نمیتونیم خارج از این هیت فعالیتی بکنیم. این باعث میشه که اقتصاد شما همیشه درست باشه. و نکته خیلی مهمتر اینه که خواننده واقعا نباید دخالت بکنه تو کار مدیر برنامه. یعنی یک اعتماد سازی میشه، یه قراردادی بسته میشه، یه درصدی تعیین میشه، یک عددی دستمزدی، حالا هر چیزی که تعیین میشه، بعد از اون هر چیزی که مدیریت برنامه ها اعلام میکنه به شما باید اون کار رو انجام بدی. یعنی دیگه نباید خارج از اون هیت فعالیت بکنی. واقعا هم اینطوری نیستش که مدیر برنامه بگه آقا امروز بریم فلان جا، مثلا شما حالا درگیری داری، یه کاری داری که نمیتونی بیای و اون بگه نباید بریم. اینا توافق میشه از قبل با شما، هماهنگیاش میشه، میگه آقا مثلا ما میخوایم با فلان اسپانسر قرارداد ببندیم، فلان اسپانسر ازت میخواد که بری روی مثلا 20 تا بیلبورد یا فلان جا عکاسی بکنی، فلان کارو بکنی، آیا موافقی؟ اگر موافق بودی توافقات انجام میشه، میرن میشینن اونجا میگن آقا ما این کار رو باید انجام بدیم. واسه همین من پیشنهاد میدم به عنوان یک خواننده حتما به حرفای مدیر برنامه‌هاتون گوش بدین، حتما مدیر برنامه داشته باشید. بعد یه نکته مهمتر، هر کسی که بهتون میگه من مدیر برنامه‌ام فلان میتونم بکنم، بهمان میتونم بکنم، واقعا مدیر برنامه نیست. مدیر برنامه‌تون رو از جایی انتخاب بکنید که تجربه این کار رو داشته باشه. من خیلی خواننده ها رو دیدم که اومدن گفتن که ایشون مدیر برنامه ماست. ایشون کیه؟ برادر منه. ایشون کیه؟ پسرخاله منه، پسردایی منه، دخترعمه منه. خب این آدم تجربه ای نداره اصلا بخواد با منی که کارم موسیقی صحبت بکنه. من بارها این مشکل رو داشتم، نشستیم صحبت کردیم، مدیر برنامه بوده، اصلا طرف حرفای ما رو متوجه نمیشده. حالا خیلی هاشون خودشون اومدن گفتن آقا اصلا ما نمیفهمیم شما چی میگی. خیلی هاشون هم مثلا حالا بر اساس تجربه اومدن گفتن آقا میشه. بعد من خودم دیدم اصلا این آدم انقدر بنده خدا اصلا توی این فضا نیست که اگر شاید کسی جای من نشسته بود روبروشون 1000 تا کلاه هم میتونه سرشون بذاره و اصلا اون بنده خدا اطلاعی نداره از یه سری شرایط، اصلا نمیدونه، چون اون دایی خواننده است و مورد اعتمادشه اومده گفته آقا این مدیر برنامه منه. نه، این آدما نمیتونن، اینا شما رو زمین میزنن. یه جاهایی برای شما پیش میاد، یه سری برنامه‌های ارگانی براتون پیش میاد که مثلا فلان ارگان شما رو خواسته اما با عدد کمتر. شما یه جایی پافشاری میکنی میگی نه عدد من همینه، من فقط با این عدد میام. اما مدیر برنامه یه جایی تصمیم میگیره میگه آقا این برنامه از دلش 20 تا برنامه دیگه در میاد، ما اینو مثلا 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان کمتر میریم به خاطر این که بتونیم 20 تا دیگه بگیریم. پس این یه چیزیه که شما به تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری، باید یک مدیر برنامه‌ای براتون تصمیم رو بگیره. امیدوارم که این ویدیوها براتون مناسب بوده باشه و اون اتفاقاتی که توی ذهنتون در این زمینه افتاده بوده رو پاسخگو بوده باشه. بازم اگر سوالی چیزی احساس میکنید که من نکته‌ای بوده که سریع ازش گذشتم توضیح ندادم، حتما لطفا هم برای من کامنت بکنید یا دایرکت اینستاگرام به من بدین، من در خدمتتون هستم. هر چیزی که لازم باشه بیشتر توضیح میدم. سعی میکنم که تو قسمت‌های بعدی ویدیوهام افرادی که توی حوزه موسیقی شناخته شده تر هم هستن رو هم بیارم. شاید خیلی جاها با نظر من مخالف باشن، خیلی جاها ممکنه موافق باشن، با هم یه بحثی رو انجام بدیم که به هر حال شما هم بیشتر آشنا بشید، ببینید که توی حیطه موسیقی افراد چه نظراتی دارن. ارادتمندم.